فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده آنصری از کردستان بود که 3 سوال داشتن و سوال اولشون این بود که کسی که قصد جماع دوباره را دارد آیا قبل از غسل گناه است که جماع بکند یا باید ابتدا غسل بکند و بعد؟ برای جماع و یعنی قبل از غسل کردن روایاتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، از اقوال و عمل ایشان نقل شده که این هیچ گونه ممانعتی رو نداره و هیچ گونه حرمتی رو نداره که انسان قبل از این که غسل جنابتی رو انجام بده یک بار دیگر در واقع عمل زناشویی رو انجام بده. کاملا جایز هست و هیچ گونه مشکلی رو نداره. اما بنابر توصیه هایی که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، در میان دو جنابت و در میان دو همبستری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که غسل بکنید، این بهتر هست و پاکیزه تر هست. یعنی توضیح و تشویق به مراعات بهداشت بسیار زیاد در این زمینه شده و یکی از آداب هست که قبل از یعنی مجامعت و همبستری دومی در واقع حداقل وضوئی گرفته بشود. منتها حرمتی رو در این زمینه وجود ندارد. قبل از غسل انسان میتواند که دوباره این عمل مقاربت رو انجام